دکتر امیر مقامی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد. تعدادی از مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از مقاله کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق، مقاله ساختار آنالوگ حقوق بین الملل، مقاله انتقال سفارت آمریکا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین از منظر حقوق بین الملل، مقاله پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بین الملل، مقاله ارزیابی تحریم‌های یکجانبی آمریکا علیه ایران در هنگام همهگیری جهانی کووید 19. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت بینندگان عزیز. به پنجمین جلسه از درس گفتار حقوق بین الملل خوش آمدید. در جلسات گذشته راجع به چیستی و اهمیت حقوق بین الملل، قلمرو و منابع حقوق بین الملل و همینطور مسئله ضمانت اجرا و مسئولیت بین المللی تا حدی صحبت کردیم. بحثمون رسید به سازوکارهای حل و فصل اختلافات بین المللی که به اختصار کمی راجع به دیوان بین المللی دادگستری صحبت کردیم. با توجه به اهمیت خاصی که دیوان بین المللی کیفری داره، نه ضرورتاً به عنوان یک نهاد حل و فصل اختلافات بلکه به عنوان یک نهاد مهم قضایی بین المللی ترجیح دادم که این بحث امروزمون رو با آشنایی با دیوان بین المللی کیفری آغاز بکنیم. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، دیوان بین المللی کیفری از سال 2002 کار خودش رو آغاز کرده و بنابراین به جرائم بین المللی که بعد از سال 2002 اتفاق افتاده باشه تحت شرایطی میتونه رسیدگی بکنه. این کلمه تحت شرایطی اصطلاح بسیار وسیع هست و من سعی میکنم خیلی خلاصه و تیتروار به بعضی از شرایط و ضوابط اشاره بکنم. از جمله این که صلاحیت دیوان بین المللی کیفری مکمل صلاحیت دادگاه‌های داخلی هست. بنابراین تا زمانی که دادگاه‌های داخلی میخواهند و میتوانند که به یک جرم بین المللی که در صلاحیت دیوان هست رسیدگی بکنند، دیوان اجازه رسیدگی نداره و در واقع دادگاه‌های داخلی کشورها تقدم دارند بر دیوان بین المللی کیفری. اما اینکه چه جرائمی رو دیوان میتونه بهش رسیدگی بکنه، فقط 4 جرم یا 4 دسته از جرائم بین المللی هست. جرم اول تجاوز، یعنی اقدام نظامی یک دولت علیه سرزمین دولت دیگه. جرم دوم نسل زدایی که البته موضوع کنوانسیون 1948 ممنوعیت نسل زدایی هم بوده. جرم سوم جنایات علیه بشریت و چهارم جرایم جنگی که عمدتاً متأثر از کنوانسیون‌های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل الحاقی دوم هستند. پس دیوان بین المللی کیفری به همه جرایم رسیدگی نمی‌کنه. فقط به این نوع جرایم رسیدگی میکنه، اون هم در چارچوب صلاحیت تکمیلی و البته مسائل مرتبط با صلاحیت دیوان رو هم در ادامه خواهم گفت. نکته مهم اینه که مقامات عالی رتبه در واقع نزد دیوان بین المللی کیفری مسئولیتی ندارند. اما راجع به مسائل مرتبط با صلاحیت خیلی مختصر اگر بخوام بگم، این که دیوان بین المللی کیفری وقتی میتونه به یک وضعیت و در نتیجه جرائمی که در یک وضعیت اتفاق میفته رسیدگی بکنه که اون جرائم یا توسط اتباع دولتی که عضو اساسنامه هست اتفاق افتاده باشه، یا اینکه در سرزمین دولتی که عضو اساسنامه است اتفاق افتاده باشه. در غیر این صورت یا اون دولت ذی‌ربط باید از دیوان بخواد که به یک جرم رسیدگی بکنه، یا اینکه شورای امنیت باید از دیوان بخواد که به اون جرم رسیدگی بکنه. بنابراین وقتی که یک جرم بسیار مهمی مثل نسل زدایی توسط تبعه کشوری که عضو اساسنامه دیوان نیست در کشوری که عضو اساسنامه دیوان نیست اتفاق میفته، عملاً در اکثر موارد امکان رسیدگی توسط دیوان بین المللی کیفری هم وجود نداره. پس اینکه گاهی ما
میبینیم اتفاقات شنیع و فجایع بسیار ناخوشایندی در دنیا اتفاق میفته و دیوان بین المللی کیفری قادر به پاسخگویی به اون نیست، باز برمیگرده به اون اصل رضایی بودن حقوق بین الملل و این که دولت‌ها باید صلاحیت دیوان رو پذیرفته باشند تا دیوان بین المللی کیفری بتونه در واقع به اون جرائم رسیدگی بکنه. تفاوت عمده دیوان بین المللی کیفری با دیوان بین المللی دادگستری که جلسه گذشته بهش اشاره کردیم اینه که این دیوان جنبه کیفری داره و افراد رو محاکمه و مجازات میکنه. البته بالاترین مجازاتش هم مجازات در واقع حبس هست، مجازات اعدام در واقع اینجا وجود نداره. اما اگر اجازه بدید من این بحث رو در اینجا خاتمه بدم و برم سراغ نهادها و سازمانهای بین المللی. همونطور که میدونید نهادهای بین المللی زیادی در سطح دنیا به خصوص از قرن 20 شکل گرفتند که اینها در حقیقت نهادهای تجمع و تشکل یافته از دولت‌ها هستند. متاسفانه گاهی در رسانه‌ها یا عامه ممکنه که تصور اشتباهی از این نهادها داشته باشند و ممکنه حتی فکر بکنن که این نهادها نهادهای فراتر و ورای دولت‌ها هستند و ممکنه اختیاراتی داشته باشند و بتونن در واقع بر دولت‌ها حکومت بکنن. امیدوارم توضیحات این مبحث کمک بکنه به رفع بعضی از این اشتباهات و سوء تفاهم‌ها. سازمان‌های بین‌المللی انواع مختلفی دارند. یک سریشون سازمان‌های بین‌الدولی هستن، یعنی دولت‌ها عضوشونن، و یک سری سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی هستند که طبیعتاً سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی خیلی موضوع بحث ما نیستن. نهادهایی مثل کمیته بین‌المللی المپیک، فیفا یا حتی عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، اینا که تو اخبار زیاد میشنویم، اکثرشون سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی هستند. یعنی اشخاص خصوصی اینها رو راه انداختن برای فعالیت‌های عمدتاً عامل منفعه یا حالا اهداف خاصی که داشتن. صلیب سرخ جهانی یکی از مهمترین این سازمان هاست. من دیگه راجع به سازمان‌های غیر دولتی صحبت نمی‌کنم. اما سازمان‌های بین‌الدولی باز خودشون میتونن تقسیم بندی‌های مختلفی داشته باشن، از جمله جهانی و منطقه‌ای. مثلا سازمان ملل متحد مهمترین سازمان بین‌الدولی جهانی هست، یعنی همه کشورهای دنیا از هر جای دنیا میتونن عضوش بشن، در حالی که سازمان‌های منطقه‌ای محدود به منطقه خاص هستن. مثلا اتحادیه اروپا که فقط کشورهای اروپایی میتونن عضوش بشن. سازمان‌های بین‌المللی در واقع ابزار همکاری و گفتگوی دولت‌ها هستند. به ندرت ممکنه اختیارات اجرایی داشته باشند یا اختیارات عملیاتی داشته باشند. اونها هم که اختیارات عملیاتی دارن معمولا خیلی محدوده. مثلا عملیات حفظ صلح سازمان ملل در نظر بگیرید، خیلی عملیات محدودیه، یا فعالیت‌های نظارتی سازمان بین‌المللی منع سلاح‌های شیمیایی و امثال اینها خیلی کمه. عمدتاً سازمان‌های بین‌المللی جایی هستند که نمایندگان دولت‌ها بشینن با هم دیگه گفتگو بکنن، مذاکره بکنن و راه حل‌هایی رو برای مسائل مشترکشون پیدا بکنن. پس باید توجه بکنیم که سازمان‌های بین‌المللی هیچ کدومشون ابردولت نیستند. ابردولت یعنی دولتی که همه دولت‌ها رو تحت پوشش خودش قرار بده. ما همچین چیزی در دنیای امروز نداریم. هیچ ابردولتی، یه دولت فدرال جهانی نداریم. حتی سازمان ملل متحد هم در چنین جایگاهی نیست. ممکنه یک روزی بشریت به این نقطه برسه، اما فعلا چنین چیزی در دنیا وجود نداره و حداقل سازمان‌های بین‌المللی موجود نباید این توقع رو در ما به وجود بیارن که اونا مثلا چیزی شبیه ابردولتن یا مثلا یه دولت فدرال خیلی بزرگ هستند. به هیچ وجه اینطور نیست. اگر ابردولت بودن حتما از اختیارات بیشتری برای مواجهه با نقض حقوق بین‌الملل برخوردار می بودند که این اتفاق فعلا نیفتاده و نخواهد افتاد. چرا این اتفاق نخواهد افتاد؟ به این دلیل که دولت‌ها هنوز میخوان اون حاکمیت ملی رو که به صورت سنتی ازش برخوردار بودند حفظ بکنند. پس باز برمیگردیم به نقطه اول. این دولت‌ها هستند که نخواستند یک ابردولت با اختیارات بسیار گسترده شکل بگیره. مهمترین نهاد بین‌المللی که به عنوان یک سازمان بین‌الدولی جهانی شناخته میشه، سازمان ملل متحد هست که همونطور که گفتیم به موجب منشور ملل متحد از سال 1945 شکل گرفته.
برای تدوین منشور نشست‌های متعددی در شهرهای مختلف دنیا برگزار شد. یکی از اون نشست‌ها نشست سران 3 کشور شوروی، انگلیس و آمریکا در تهران هست که یکی از روزهای بسیار مهم در تاریخ معاصر ما هست و چالش‌های بسیار زیادی رو در تاریخ ما ایجاد کرده. این هم یکی از اون بحثایی است که میتونم بگم نشون میده که اهمیت مباحث حقوق بین الملل برای کشور ما تا چه اندازه است که سران این 3 کشور بدون اطلاع حکومت ایران وارد کشور شده بودند، ایران اشغال کرده بودند و یکی از نشست‌های مهمی که در واقع کلید تأسیس سازمان ملل رو در واقع زدن در اونجا شکل گرفت. و نهایتاً در کنفرانس سان فرانسیسکو نمایندگان کشورها منشور رو امضا کردند و سازمان ملل متحد تأسیس شد. اهداف سازمان ملل، اون چیزی که در ماده 1 منشور بهش اشاره شده، همونطور که می‌بینید شامل حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه، حصول همکاری بین‌المللی در زمینه‌های بشردوستانه و بودن مرکزی برای هماهنگی در امور مختلف است. بین این اهداف اون چه که از بقیه مهمتر هست حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، به حدی که میتونیم بگیم این هدف بقیه اهداف سازمان ملل متحد رو تحت شعاع قرار میده. اختیاراتی که شورای امنیت در واقع از اون برخوردار هست ناشی از برتری و تقدم این هدف بر اهداف دیگه است. یعنی در حقوق بین الملل قضاوت نمی کنم، خوشبختانه یا متاسفانه فعلا برای ما مهم نیست. اون چه که اهمیت داره در درجه اول حفظ صلح و امنیت بین المللی است، نه عدالت. حتی موضوعاتی مثل عدالت بین المللی و حقوق بشر، اینها زمینه‌های دستیابی به صلح و امنیت بین المللی هستند. هدف ذاتی و غایی حفظ صلح و امنیت بین المللی است. البته یه تحولی در مفهوم صلح در این چند دهه و به واسطه فعالیت‌های سازمان ملل اتفاق افتاده و اون این است که ما امروز دیگه صلح رو از نظر حقوقی صرفاً وضعیت فقدان جنگ تعریف نمی‌کنیم. یعنی میگیم صلح وضعیتی است که در اون همه افراد انسانی با کرامت انسانی بتونن از حقوق انسانی خودشون برخوردار بشن. بنابراین اگه یه جای جنگ نباشه ضرورتاً به این معنی نیست که صلح وجود داره. در هر صورت حفظ صلح و امنیت بین المللی حتی با این تعریف انسان مدارانه و در واقع کرامت محورانه‌ای که ما بهش اشاره کردیم هدف اصلی سازمان ملل متحد و در واقع مجموعه نظام حقوقی بین المللی است. تا یادم نرفته خوبه به این نکته هم اشاره بکنم، خیلی از نویسندگان منشور ملل متحد رو براش یه ویژگی خاصی قائلن و یکی از دلایل این ویژگی خاص که اون رو متمایز میکنه از سازمان‌های بین المللی دیگه همین بیان این اهداف در ماده 1 و بعد بیان اصول ملل متحد در ماده 2 هست. اونچه که در ماده 2 منشور به عنوان اصول ملل متحد بیان شده تا حد زیادی بیانگر مهمترین اصول حقوق بین الملل هم هست که تا اینجا در جلسات مختلف بهشون اشاره کردیم، از جمله برابری حاکمیت اعضا، اصل حسن نیت در انجام تعهدات ناشی از منشور، اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، ممنوعیت تهدید یا توسل به زور و همینطور منع مداخله. راجع به هر کدوم از این اصول میشه ساعتها بحث کرد، رویه بین المللی، رویه قضایی رو مورد گفتگو قرار داد. من فقط به چند نکته اشاره میکنم. مسئله حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، این قید مسالمت آمیز هست که در واقع در منشور بیان میشه و از دولت‌ها میخواد که اختلافات بین المللی خودشون رو از طریق مسالمت آمیز حل و فصل بکنند و ممنوعیت تهدید یا توسل به زور همونطور که گفتیم برای اولین بار در منشور ملل متحد مطرح شد و منع مداخله هم یه استثناء داره، اون هم زمانی است که شورای امنیت در چارچوب فصل 7 منشور بخواد تصمیماتی رو بگیره. طبق بند 6 ماده 2 سازمان حتی این احتمام رو داره که دولت‌های غیر عضو هم مقرراتش رو رعایت بکنن. بحث درباره حقوق بین الملل بسیار
طولانی است و در ادامه به گفتگو درباره سایر موضوعات خواهیم پرداخت. خب سازمان ملل متحد طبق منشور ارکان متعددی داره تحت عنوان ارکان اصلی، یعنی نهادهایی که درون سازمان ملل متحد هستند و ارکان اصلی سازمان رو تشکیل میدن. همونطور که در اسلاید هم میبینید این ارکان شامل مجمع عمومی، شورای امنیت، دبیرخانه، شورای اقتصادی اجتماعی و همینطور شورای قیمومت هستند. مجمع عمومی خب همونطور که از اسمش پیدا هست نهادی است که تمام اعضای سازمان ملل در اونجا عضو هستند و دارای حق رأی هستند. البته اصولا مجمع عمومی تصمیمات الزام آوری نمیگیره، یعنی اینطوری نیست که یک نهاد قانونگذاری باشه مثل پارلمان هایی که در کشورها وجود دارند، اما گاهی وقتا قطعنامه هایی رو صادر میکنه که به مرور زمان این قطعنامه ها ممکنه ارزش و اعتبار حقوقی خاصی پیدا بکنند. مثلا اعلامیه جهانی حقوق بشر که در بحث‌های قبلی بهش اشاره کردیم یکی از دستاوردهای مجمع عمومیه، یا اعلامیه ناظر به اصول روابط دوستانه بین کشورها و امثالهم. مجمع عمومی میتونه یک سری ارکان فرعی رو هم داشته باشه. مثلا مجمع عمومی برای انجام وظیفه خودش در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل یک کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون حقوق بین الملل تأسیس کرده. خیلی از معاهداتی که امروز ما تحت عنوان معاهده سازمان ملل متحد راجع به فلان موضوع میشناسیم نتیجه مذاکرات دولت‌ها در مجمع عمومیه. بنابراین نمیتونیم این نهاد رو دست کم بگیریم، آرایی که دولت‌ها در این نهاد میدن رو نادیده بگیریم و به خصوص نقشش رو در ایجاد عرف بین المللی کمرنگ در نظر بگیریم. مجمع عمومی یکی دو جا هم هست که خیلی اثر پررنگی میگذاره به صورت مستقیم. یک موقع جایی هست که مجمع عمومی تقاضای نظر مشورتی میکنه از دیوان بین المللی دادگستری. در جلسات گذشته قضیه دیوار حائل رو بهش اشاره کردم، قضایای دیگری مثل اعلامیه یک جانبه استقلال کوزوو و همینطور پرونده های دیگه از این دست رو میتونیم اشاره بکنیم که اهمیت خیلی زیادی دارند. و همینطور مجمع عمومی اصولا خودش رو ذی صلاح میدونه که اگر در موردی شورای امنیت به دلیل استفاده اعضا از حق وتو نتونه راجع به صلح و امنیت بین المللی تصمیم بگیره، جایگزین شورای امنیت بشه و به جای او تصمیم بگیره. این چیزی نیست که توی منشور اومده باشه، اما مجمع عمومی با قطعنامه تحت عنوان قطعنامه اتحاد برای صلح این در واقع اختیار رو برای خودش قائل هست. نهاد دوم که اسمش رو بارها شنیدیم، به خصوص ما ایرانی‌ها برامون خیلی آشنا هست، شورای امنیت سازمان ملل است. شورای امنیت از 15 عضو تشکیل شده که نمایندگان 15 کشور هستند، شامل اعضای دائم و غیر دائم. اعضای دائم شامل 5 کشور هست: آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه که همواره در این نهاد عضو هستند و 10 عضو غیر دائم که از کشورهای مناطق مختلف دنیا انتخاب میشن. روند تصمیم گیری در شورای امنیت معمولاً در واقع به این شکل هست که بایستی برای هر تصمیمی حداقل 9 رأی موافق وجود داشته باشه
و در مورد موضوعاتی که مربوط به صلح و امنیت بین المللی هست لازمه که تو اون 9 رأی موافق هر 5 عضو دائم شورای امنیت هم حضور داشته باشند. این همون چیزیه که ما بهش میگیم وتو. یعنی اگر یکی از اعضای دائم شورای امنیت به یک قطعنامه شورای امنیت رأی منفی بده و 14 عضو دیگه یعنی اهم از دائم ها و غیر دائم ها بهش رأی مثبت بدن، عملا اون قطعنامه تصویب نمیشه و این خیلی موضوع پرچالشی هست و در واقع نوعی نابرابری رو القا میکنه. صلاحیت شورای امنیت بسیار گسترده است و از اون مهمتر این که شورای امنیت برای خودش این صلاحیت رو قائل هست که راجع به صلاحیت خودش تصمیم بگیره. این یک نکته، یعنی شورای امنیت خودش از طریق تفسیر منشور سازمان ملل اختیارات خودش رو تفسیر میکنه و تعیین میکنه و بعد برای اجرای و در واقع اعمال این صلاحیت ها دامنه صلاح دید وسیعی هم داره. مثلا گاهی ممکنه یه شخص رو تحریم بکنه، گاهی ممکنه یه دولت رو تحریم بکنه و گاهی حتی ممکنه یه دادگاه بین المللی تشکیل بده، مثل دادگاه هایی که در یوگسلاوی سابق و رواندا تأسیس کرد برای محاکمه سران این کشورها که مرتکب جنایات بین المللی شده بودند. شورای امنیت هم میتونه ارکان فرعی تأسیس بکنه که این دادگاه‌های کیفری بین المللی در واقع از جمله این ارکان فرعی هستند. رکن بعدی دبیرخانه هست که در رأس اون فردی به نام دبیر کل قرار میگیره. یه سوء تفاهم دیگه که معمولاً وجود داره اینه که دبیر کل سازمان ملل مثلا رئیس جمهور دنیاست یا یه همچین چیزی. نه، اختیارات دبیر کل خیلی محدوده. عمدتاً دبیر کل یکی از وظایفش گزارش دادن به شورای امنیت و مجمع عمومی است، جایی که ازش گزارش خواسته باشند، یا اینکه توجه شورای امنیت رو به وضعیت‌هایی که تهدیدی علیه صلح وجود داره جلب بکنه. البته استخدام کارکنان سازمان ملل اینجور بحثا هم هست که اهمیت خیلی زیادی فعلا برای ما نداره. اینکه دبیر کل تا چه میزان استقلال رأی داشته باشه و چه اهمیت و شخصیت خاصی داشته باشه از نظر پرستیژ و شخصیت فردی خیلی در ایفای وظایفش بهش کمک میکنه. در حالی که اگه استقلال رأی نداشته باشه طبیعتاً مجبور هست که مدام به اون دولت‌هایی که او رو در این منصب حمایت کردند احتمالاً امتیازاتی بده. در مجموع دبیرخانه سازمان ملل وظیفه اصلیش حمایت لوجستیکی از عملکرد سازمان ملل هست و یکی از وظایف خیلی جالب دیگه‌ای که داره دبیرخونه ثبت تمام معاهدات بین المللی است. یعنی مثلا وقتی ایران و عراق یه موضوعی رو با هم به توافق میرسند و میخوان معاهده‌ای رو منعقد بکنن، این معاهده رو قاعدتاً باید به دبیرخانه سازمان ملل ارائه بکنن تا در اونجا ثبت بشه. اهمیتش اینه که اگر معاهده‌ای در دبیرخانه سازمان ملل ثبت بشود نزد ارکان سازمان ملل قابل استناده و در غیر این صورت قابل استناد نیست. یعنی اگر یکی دو تا کشور معاهدهشون رو در سازمان ملل در دبیرخانه ثبت نکنن، تو دیوان بین‌المللی دادگستری نمیتونن بهش استناد بکنن. دیوان بین‌المللی دادگستری که رکن قضایی اصلی سازمان ملل هست و در بحث‌های قبلیمون بهش پرداختیم. شورای اقتصادی اجتماعی هم عمدتاً ناظر به فعالیت‌های مرتبط با حقوق اقتصادی و اجتماعی هست و فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی بحث‌های همکاری‌های بین‌المللی و شورای قیمومت هم که امروزه دیگه خیلی موضوعیت نداره و من ازش عبور میکنم. بحث راجع به حقوق بین‌الملل تموم نشدنیه. به همین دلیل من چند کتاب رو خدمت شما معرفی میکنم تا اگر علاقه‌مند بودید از طریق مطالعه این کتاب‌ها دانش خودتون رو در حقوق بین‌الملل بتونید افزایش بدید و توسعه بدید. البته از همه نویسندگان و صاحب نظرانی که اسمشون در این فهرست نیست هم عذرخواهی میکنم. به هر حال فرصت محدودی داشتیم و فقط میتونیم به چند مورد از این منابع اشاره بکنیم. از جمله کتابی که معمولاً تو اکثر دانشگاه‌های ما در دوره کارشناسی آموزش داده میشه و تا حد زیادی با سرفصل‌های آموزشی انطباق داره، کتاب
آقای دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی هست. یک کتاب خیلی خوبی که ترجمه خوبی هم داره، کتاب حقوق بین الملل که نویسنده ایتالیایی داره، ربکا والاس، و ترجمه دکتر سید قاسم زمانی و مرحوم مهناز بهراملو هست. یکی دیگه از کتاب هایی که یه مقدار قدیمی تره ولی حیفم اومد که بهش اشاره نکنم، کتاب حقوق بین الملل عمومی 3 نویسنده فرانسوی هست که توسط مرحوم حسن حبیبی از مقامات سابق کشور که حدوداً فکر کنم 12 سال ایشون معاون اول رئیس جمهور بودند ترجمه شده. کتاب قدیمیه ولی با توجه به مباحث بنیادینی که داره همچنان قابل استفاده است. کتاب بایسته های حقوق بین الملل عمومی تالیف آقای دکتر رضا موسی‌زاده استاد دانشکده وزارت امور خارجه، حقوق سازمان های بین المللی تالیف آقای دکتر زمانی استاد دانشگاه علامه، سازمان های بین المللی آقای دکتر موسی‌زاده، و 2 کتاب یه مقدار متفاوت فلسفی تر و بنیادین، صلح جاویدان و حکومت قانون و همینطور سیر عقل در منظومه حقوق بین الملل، هر دو تالیف آقای دکتر هدایت الله فلسفی استاد دانشگاه شهید بهشتی. شاید تو این عناوین شما به این نکته دقت کرده باشید که این قید عمومی جلوی اسم بعضی از کتاب ها هست. این به این دلیل که ما یک رشته دیگری هم داریم تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی که نیازمند سرفصل جداگانه و بحث جدایی هست و به روابط خصوصی افراد در صحنه بین المللی میپردازه و عمدتاً منابعش منابع حقوق داخلی هست و به کل از حقوق بین الملل عمومی متفاوته. البته تعاملاتی بین حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی وجود داره. در پایان و به عنوان جمع‌بندی اگر بخوام چند جمله رو عرض بکنم، لازم میدونم به این نکته اشاره بکنم که حقوق بین الملل حقوقه، به این دلیل بسیار ساده که همه دولت‌ها سعی می‌کنند یا حداقل ادعا می‌کنند رفتارهای خودشون رو با یک سری قواعد از پیش تعیین شده انطباق میدند. حتی دولت‌هایی که اصطلاحاً گردن کلفتی میکنند، زورگویی میکنند در سطح بین المللی، اونها هم سعی میکنند رفتار خودشون رو پشت نقابی از الفاظ حقوق بین الملل پنهان بکنند. شاید برای شما جالب باشه اقدامات رژیم اشغالگر قدس یا بعضی از اقدامات ایالات متحده چطور ممکنه که با حقوق بین الملل سازگار باشه. من اینو نمیگم، من میگم اونها سعی میکنند به حقوق بین الملل توجه بکنند و در حقیقت از حقوق بین الملل و نظریه پردازی و نظریه سازی در حقوق بین الملل برای به کرسی نشاندن منافعشون استفاده بکنند. به همین علت حقوق بین الملل حقوق است که محاکم بین المللی بر اساس قواعد حقوقی از پیش تعیین شده رأی صادر میکنند. پس خط روشنی تقریبا وجود داره بین آنچه که حقوق بین الملل است و آنچه که روابط بین المللی، علوم سیاست بین الملل و امثال هم هست. در حقوق بین الملل ما بر اساس قواعد حقوقی صحبت میکنیم، قواعدی که نسبتاً روشن و بعضاً البته مبهم یا مجمل یا در حال رشد و تکوین هستند. توقعات و انتظاراتمون هم از حقوق بین الملل باید متناسب با ویژگی هایی باشه که در این درس گفتار به بعضی از اونها اشاره کردیم، از جمله برابری حاکمیت دولت ها، رضایت محور بودن حقوق بین الملل و امثال اون. امیدوارم که این مجموعه برای شما مفید بوده باشه و اگر احتمالاً علاقه‌مند به مباحث حقوق بین الملل شده باشید بتونید از طریق مطالعات تکمیلی دانش خودتون رو در این حوزه گسترش بدید. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.